بده در افغانستان. پیش از این که دیگه مکتبا گفته باشه، در لیسه خوشحال خان، در لیسه رحمان بابا، از دوش از امیج است نه؟ مردم بلوچ و پشتونستان هستند و مردم پکتیا و جنوب هستند. اما یه است که اولین بار کتابای پشتوی کمونیستی داده میشه. و شما از نقطه نظر ترکیب اقوام در افغانستان بفهمین که قومای افغانی ما و شما دو مردم هست. یکیش غلزی میگن و دیگهش درانی. این غلط است؟ یکیش چی میگن؟ غلزی. و دیگهش چی میگن؟ درانی. قنداریا کلش درانی هستند. مردم پکتیا، قسمت غزنی، اون طرف پایان یا کلش مردم چیستن؟ غلزی هستند. درانیا که ظاهرشاه و محمد در قدرت است. غلزیا که ترکی و حفیظالله امین و کی در قدرت نیست. و راه رسیدن به پاکستان و به آبگرد از طریق غلزی است. از طریق کی است؟ این است که اولین بار کتابای کمونیستی که میاد در افغانستان، در بین پشتونستان، در اون طرف سرحد، در پکتیا، در ایجا پخش میشه. تو نمیبینی که قوی ترین کمونیستای ما و شما از خوست جنوبی است. این تصادفی نیست. این طبق یک نقشه و برنامه است که اول سر خوست کار کردن، اول سر پکتیا کار میکنن، دو مکتب جور میکنن، خوشحال خان رحمان بابا، ارزش لیلیه. در دیگه مکاتب ازش افکار کمونیستی و پخش نشده بود که در رحمان بابا و خوشحال خان اکثر کمونیست. امروز یعنی مثل جنرالی که تو میبینی وطنجا دگانه بگیریم پشت گلابزوی، پشتش ببی که دیگه، پشتش کنای، کل امی جنرالای شناخته شده کمونیستای با آتشکت نیستن. اکثر مکتب لیسه و مکتب خوشحال خان رحمان بابا و به یا روسا چند زاده بودن که هر کس مکتب رحمان بابا و روسی چی را میخوانه؟ خوشحال خانه. اگر به دیگه مکتبا 2 بورس روسیه بود و خوشحال خان رحمان بابا 20 بورس روسیه چرا زوز روسیه بود پیش تربیهش آنی بیان بلیش و همه در دو طرف سرحد آن جور کد اکمل خطر، آن جور کد ولی خان، آن جور کد دیگه که کل از او با کمونیستای افغانستان یک چیز در پولی فکر کمونیستی فکر پشتونیزم هم نکرد که ما پشتونستان میخواهیم و به این ترتیب بتانه که از این زودتر نفوذ کنه بیایده و روی همین فکر ندیدی که اولین بار که کودتا میکنه روسا در رأس قدرت کی نمیاره؟ یا غلزه از این درانی انتقال میکنه کی نمیاره؟ یا غلزه. نور محمد ترکی است. ترکی رو نمیاره دقل چی است؟ یا غلزه. پشت سرش حفیظالله امین اون کی است؟ یا غلزه. پشت سرش که بغرک میه از دیگه جای تا آخرش باز که میه نجیب یک غلزه. انشاءالله تشریح کردم آنهایی که روسا در افغانستان میرفتن کس شاید تو فکر میکرد که گرد همون سادگی است در حالی که از روز تا روزی که میرفتن روسا به این فکر بودن که باید غلزه‌ها در روی قدرت باشه و این مردم است که بین روسیه کار میکنن و از این طریق است که ما به اهداف خود در اینجا رسیدن. همین یک تعداد مردمی که در افغانستان به نام قوم تاجیک زندگی میکنن باشندای اصلی وطن افغانستان این مردم است. مدار بطور اصلی ترین باشندایی است. یه است که تمدن کوچک پیدا میکنه نمیاد همال نمیبینی که در هر جای که قوم تاجیک هم در شهر هاست همین بازار در دست از این مردم است. خودت برو در ارگون تاجیکا رسید که بازار ارگون در دستش است، بازار گردیز در دست از این مردم است. هر جای بازار است. یک دور سیر خود تیر کرد آمدن تمدن بلد شدن سقوط کردن همونطور چنان در این ازبک ها آمدن در زمان سین با افراس و کی دیگه سلاجقه و هر یک در حد رسیدن سقوط و به این سلسله اقوام مردم دیگه بودن در جنوب افغانستان پشتون ها که یه مردم هم 200-300 سال پیشتر اصلا نه فرهنگی داشتن، نه تمدنی داشتن، نه مدنیتی داشتن و بودن دموجه و میبینیم که همون خاصیت های خود تابال حفظ کرد و میایانی مردم از جنوب شروع میکنن تا یک دفعه دولتی را در اینجا تشکیل و این دولت دوام کرده تا به امروز انشاءالله تشکیل کرده دیگه همه که اتفاق میکنیم این از این خاطر تشکیل کردن که با دقیقای بعدی در وظیفه افغانستانی را باید تشکیل این است از نقطه نظر اقوام ترکیب ما شد
که پشتون که آمدن یک قومی که از تمدن دورتر بودن 200 سال پیش، آمدن آرام آرام موضوعی که دیگه در تمدنان دارن قدرت دیگه و یک حکومت فامیلی، یک حکومت قبیلوی را در افغانستان تأسیس. و امروز در افغانستان بگویی نگویی، کس بگو چشم خود پد کنه که من یه حقایق نگویم که به نگویم نمیشه. دیگه بسکالی در کل جای شنیده میشه و همگی گپ میزنن که برادر از این به بعد دیگه 100-200 سال که ما تحت دیگه تسلط افغانا بودیم دیگه قبول نداریم. نمیشتیم. حکومت ها ظالمانه بوده، حکومت ها ای بوده، از این به بعد ما قبول نداریم و به هیچ وجه قبول نداریم. و تعداد دیگه است که میگنی بگو اینا باید ما قبلا حکومت کرده بودیم، اکثریت هستیم حکومت، مگر واسه قسم تغییر کرده. کار ملت همیش بیدار است، همیش مسلح، همیش در یک نوع سازمان‌های سیاسی متشکل شده. و بدبختی دیگه ای که سازمان‌های سیاسی هم این رقم بسیار مختلف نیست. بگویی نگویی یک قسمت زیادی این ملیت ها آمده به جای یک قسمت ملیت های دیگر رفته در کلش قومای پشتون ما در 6 سازمان تنظیم می‌کنند. یک تعداد ملیت های دیگه که در گذشته به زن خودشان محکوم بودن باز میگم متشکل شده در جمعیت. و یک تعداد دیگه رفته در کجا؟ در حزب اسلامی و در حرکت و در کجا شامل و اون مردم هم دو تقسیم است. یک تعداد باز آینده میبینیم، یک تعداد بگویی نگویی تمام مردمی که مربوط به بارگزای است، بارگزای دورانی، مردمی که دورانی است و مردم گلجای، اون رو به شما گفته بودم نیست؟ گلجای دورانی خیلی میره و گلجای خیلی میره و این احزاب سیاسی را این امره خود میره، قسمت اوش میبره و قسمت دهی کرده. انشاءالله تشریح کردم. آن قسمت عمده ده حزب اسلامی، قسمت عمده ده حزب اسلامی چی است؟ غلزای است. حکمتی ها خودش هم غلزای است. قسمت عمده ده ایجا غلزای است. مولوی شاید مرددی غلزای است، سیاف صاحب غلزای است. دیگه است پیروای چیز حضرت صاحب غلزای است. پیروای افندی آغاز که چیزی مردم دورانی گفا مست کم زیادی هست نیست و حضرت صاحب کمتر و اون مردم بیشتر از یک از نقطه نظر مذهبی بسیار چسبیده باشه، چون سالها حکومت کرده از نقطه نظر سیاسی بسیار چسبیده است. من دیگر تشریح کردیم انشاءالله. این وضع است که امروز از نقطه نظر ملیت دو نوع تقسیم شده، یکی پشتون، یکی غیر پشتون. غیر پشتون جمع میشه تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، نورستانی، بلوچ، کلش نرگری هست. و پشتون رو نمود تقسیمی که گفتم و دو شاخه عمده که گفتم ترکیب این کشور به می ترتیب